هل لك سر عند الله؟ در مورد موضوعی که شما سوال کردی، اگرچه بسیار دوستا امیر سوال میکنن، ما اول موضوع را خفال نیک میگیریم از اینکه الحمدلله نظام بسیار ملحد خبیث از بین رفت. اول موضوع اینمی فال نیک است. دوم است که همه برادرها خصوصا برادرای موحد ما کلش در زندان بود، الله سبحانه و تعالی آزاد ساختن همه را. حتی دو قسم آزادی شد، یک آزادی از اصل زندان، یک آزادی که در بیرون بودن لیکن گشت و گذار نمیتونستن، حتی ملاقات با یک برادر خود نمیتونست، الحمدلله و هم آزاد شدن. و سوم است که فضل الله. آمدی جور هستی؟ بخیر هستی؟ از کدام طرف است؟ تاجیکستان هستی؟ این طرف به خاطر چی آمده ای؟ به خاطر کار که؟ خوشحال هستی؟ کدام مشکل خود نیست با کار بار شما؟ نه یک هم مشکل هم نیست؟ نه. از امارت اسلامی رضایتتان چه رقم است؟ رضا هستیم. کار شروع شده؟ شروع شده. هیچ کدام جبر؟ مشکل نیست. مشکل نیست؟ نه. زنده باش. زنده باش. راه تجارتی شیرخان بندر کاملا در تصرف امارت اسلامی است. سبحانه و تعالی به مجرد رسیدن این موضوع، یعنی رسیدن طالبا، یک زن در حالت نمیبینی، یعنی برهنه نمیبینی. این خودش یکی از جمله دستاورد هاست. خوب هستین؟ بخیر؟ طرف تصویر ما ببینین. بخیر باشین. چی حال دارین؟ آرام هستیم. از نظام فعلا آرام هستین؟ 100%. راضی هستین؟ راضی هستیم. امنیت مردم بهتر شده. بهتر شده. جزا گم شده. خواه. حالت نرمال است. خواه. از وضعیت دموکراسی خسته شده بودیم. دزدی بود، سرقت بود، تمام حالت در افغانستان بود. فعلا شکر آرام هستین؟ آرام و فکر هستیم. آرام میتونین به بازار براین؟ الحمدلله. هیچ ممانعتی نشده بر شما؟ هیچ ممانعتی نشده. دفترها همه باز است، شفاخانه باز است، همه جای برای مردم باز است. خانم‌ها هم میتونه با حجاب کار کنن. بسیار خوب. پس شما راضی هستین؟ راضی هستیم. همه که راضی شکر. هستین همه چیز از مادر جان. شکر است. از نظام فعلی اید راضی نبودیم، باید اشرف غنی محاکمه شود. نظام جمهوریت راضی نبودین، از نظام امارت فعلا شما راضی هستین؟ 100% از امارت اسلامی ما راضی هستیم. پشتیبانی خود اعلان کرده. به هر مقداری که ان شاء الله امیدوار هستیم که در آینده هم این مردم الله متوجه حقیقت بسازه. بله مشکلات و مشاکل خوب وجود داره، در شکی نیست که تعصب و بدبینی ها خلق شده، لیکن ما همینقدر مقداری که فی الحال کدام خوبی هایی که آمده ای قابل تقدیر است. آینده دیده شود که چی گپا میشه و چی نمیشه. ما دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی هم امت اسلامی را توفیق تطبیق شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم که آورده برشان نصیب بگردانه. امرای ما، امرای همه دوستا. جزاکم الله خیر و بارک فی عمرک. اولاد خود که در کدام سرنوشت میرسانه مادر است. شما نگویی در دوران حکومت طالبان ما مدرسه داشتم، یکی از خواهرها آمد شوهرش شهید شده بود در دوره جهاد، در دوره کمونستا. بچه خدا آورد همینطور مرا گفت مولوی صاحب در روز قیامت جاغیت میگیرم مگی بچه مرا تربیه نکرده بودی. بسیار اقدر تکان خوردم و واقعا گوشه نشستم، خوب دعا برش کردم که الله به این تو سیاست خواهی عزت نصیب بکنی. امروز بچهش الحمدلله با اینقدر زحمت کش، اینقدر متدین که در هر برنامه تعلیمی و ترجمه قرآن کریم ما اول پول او میندازم. درس خواند، والدی داشت که میفهمید که این بچه ما باید چی جور شود. افتخار است برش، افتخار است. في سجن طاغية لنا أخوات فلمثل هذا تذرف العبرات ويحل في قلب الصدوق هشاشة